سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو. امروز قراره با کسی که همه میشناسنش داخل ویدیو معرفیش کردم، جناب تاها. بفرمایید. سلام بچه ها، من با یه پژو پارس ایلیکس سفید و علی با یه پژو پارس مشکی ایلیکس کوچیک ها آماده بریم. من خیلی دوست ندارم ماشین خز بشه، ولی دوست عزیزمون خزش کرد، خیلی خزش کرد. خب با 3 تا بوق من بوغاش یه سگ با 3 تا بوق من به ما نمیخوری. بکن تو به ما نمیخوری. کجا؟ کجا داری میرون؟ تو دستگاریش کردی؟ نه یه لحظه برو تو 100 کیلومتر یه دیگه بده میرسه آراش متعاقب شده. من بودم ای بابا چته؟ بیا جفران ما زدم. منم بلدم جفت بزنم. دوزا خدمتتون، نوش جان. کولم کردی. هر کی ویدیوهای کوچیک خانو لایک نکنه و کامنت نذاره به تی اسمنه. بیتی اسمن چی؟ داداش پوی سرتون بذاره، پوی سرتون نگاه کن. ما داشتمون رو نگاه نمی کنیم چون آینده به اندازه گذشته ارزش نداره. فکر نکنه این مال من نیست. آره خیلی شده، خیلی بنزه یه ماشینه. نه خیلی شبیه، چقدر شبیه دناش. خیلی یک دو سه تحلیلم که شبیه دناش باش میرفته مطب میمونه ولی مطب باش سر کن منم بیام. داداش وای 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 ماشینم چپ نکرد. وای درخت خوردم. سب من برم دی تحضیل کاری میرستم ایشو میام محلتا مرا فقط میتونم. داداش کجایی؟ بذار این رو بیا کنی داری میبینی که من دارم بیرازیم. مشتبه قطعش کن.